بعد از یه هفته بستمون به دستمون رسید، بریم ببینیم چی داخلش هست. یو گایز، سلام، چطورین؟ امروز برگشتیم با یه آنباکس جدید. بریم ببینیم آنباکس چی داریم. یه چیز خیلی باحال. چند مدت سفارش دادم، تازه به دستم رسیده. با هم دیگه نگاه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم ارزش خرید داشت. بابت کچل بودنم ببخشید. یه سربازیم، سرباز مام وطن. انشالله همراه باشین تا ویدیوهای بیشتری بسازم. لایک، سابسکرایب فراموش نشه. بریم با هم دیگه داشته باشیم آنباکس. خب اول کار بریم سراغ آنباکس، ببینیم داخل جعبه چیه. ما به خاطرش یک هفته صبر کردیم. بریم سراغ تیغ کوچولومون. میبند سری 9، یه ساعت خیلی دوست داشتنی که من خیلی وقت از سری دیگهش استفاده میکردم که یه مدت دیگه استفاده نکردم. یعنی سری 6ش رو داشتم که بعد از مدت ها دوباره تصمیم گرفتم داشته باشم. زیاد اهل تکنولوژی اینا نیستم که الان بخوام خیلی تخصصی بگم، همینجوری که در حدی که بتونیم با هم دیگه ببینیم، با هم دیگه آنباکس ریز داشته باشیم. اینا بریم که با هم دیگه بازش کنیم، ببینیم محتوای داخلش چیه. خب دستگاه روشن کردیم، حالا اول کار زبانش انتخاب میکنیم. خب الان من باید برنامه‌اش اول دانلود کنم که بشه کانکتش کرد. آجی یه چیز عجیب بنده قبلیش همه اینو باید کل ساعت ازش میومد بیرون. یعنی یه چیزی که اضافه شده عجیبه. اینجا یه دکمه داره، نمیدونم قشنگ مشخصی یا نه قسمت فشار میدی مثل حالت اپل واچ اینا ازش قشنگ جدا میشه. خیلی جالب شد. قبلا این شکلی نبود واقعا. من داشتم خیلی شخماتیک گیر میومد، ولی هنوزم یه خورده باگ داره، نمیشه چی کنی. باید اشاره بدی، باید جا بزنی. خیلی جالب بود برام. تغییر اساسی که ایجاد کرده نمیه، ولی خورد بزرگتر هم شده. بطرش بزرگتر شده، صفحه نمایشش بزرگتر شده، بندش که کیفیتش مثل کیفیت قبله. حالا کانکتش میکنم به گوشی، دوباره ازش صفحاتش رو با هم دیگه بررسی کنیم. وصلش کردیم. بعد الان واقعا صفحه نمایشش نسبت به قبل خیلی با کیفیت‌تره. حالا اینم تو دوربین قشنگ دیده میشه یا نه، ولی کیفیتش خیلی از قبل بهتره. چیزی قشنگتری داره. روونیش که واقعا روونه به اندازه قبل. خود حالا بیشتر واقعا روون شده. فیساش واقعا روونیشو میشه حس کرد. ولی ناموسن به درد من آنجا فقط به خاطر که سربازم میخوام دستم باشه، گوشه قاچاقی میبرم داخل. SMS نوتیفیکیشن چیزی اومد میتونم بخونمش، ولی که فقط ساعت. حالا بالاخره خورده خسته شدم از ساعت ها، خواستم داشته باشم. و گفتن اگر به چی وصل نباشه، به بلوتوث وصل نباشه، 24 روز باتری نگه میداره. که حالا آنشم خیلی به درد من خورده، یعنی قبلا هم خیلی به درد من میخورد. و سکتور پایش اکسیژنشه. این حتما باید دستت میشه. اینا نمیشه الان دقیقا
ولی نمای کلی واقعا نسبت به قبل خیلی بهتر شده. سنسوراش اینجا باید رو دست باشه حتما. این هم از نمای کلیش. مرسی که همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت بذارین، بتونیم ویدیو بیشتری بذاریم، انرژی بذاریم، انرژی بدین. ولی ناموسن زشته بچه شهر باشی، بچه کف شهر باشی، بچه شیراز رو سابسکرایب نکنی که بتونه رشد کنه بین این همه قول تهرونی. میخوامتون تا ویدیو دیگه. I love you، دوستتون دارم.